سلام من به تو ای یار شیرین، شیر بزن کله صبحش کن، جیگر دال بیار نوش جون، یه ذره بعد گذاشتم بیا. بای بای. سلام من امین هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ما همینجوری داشتیم میچرخیم تو اینستا اینا، یهو دیدم که یه ویدیو سمی هست، ترکیب اسپرسو دوغ آولی. اونجایی که دوغ آولی تو دسترس نیست گشتم یه جا رو پیدا کردم که دوغ آولی داره، ولی مسیر که زیباست، مسیر واقعا زیباست. الان ساعت بهتون نشون بدم، صبر کنید ببینم میبینید یا نه. ساعت 9:38 است. بعد این مسیر زیبایی که داره رو میخوام بهتون نشون بدم. این خوشگله تقریبا 2 ساعت و نیم به خاطر یه دوغ آولی من باید برم اون و حالا باید ببینم این میارزی یا نه. ببین اولش که دیدم گفتم آقا این سمیه میکشتمون، بعد دیدم آقا هرچی بولشت تر بذاری ویو میگیره. درسته نه؟ من این همه میمای فاخر از گیم ساختم دیده نشد. یه دونه اومدم آقا رضا رو مالیدم که قشنگی نی، ولی خب اومدم آقا رضا رو یه مالش دادم، یه صدا گذاشتم 1 میلیون ویو گرفت. آقا چرا از دوغ علی اسپرسو به من میرسه؟ اسمش رو انتخاب کردم، علی اسپرسو. علی اسپرسو نه، علی اسپرسو میچسبه، علی اسپرسو خیلی خفنه. حالا بذار من چیزی بهتون نشون بدم. آقا نما کنید 1 ساعت و 50 داره تا 1 ساعت 50 با تاکسی که داری چیه؟ یه تومن واسه یه آولی پیاده میشه. با اتوبوس 1 ساعت و 50 دقیقه نزدیکه. یا امام حسین وسط ویدیو چه دعوایی هم شده. اومد دارن همو میزنن، من دنبال همو دارم میکشن. من اینجا اون مسیر یابی میکنم واسه دوغ آولی. یا امام حسین اون شغال میگم ترتیب این اونو میزن. عجیب پشمام ریخته، من دارم اینجوری رد میشم. از فکر هم دعوا و ملت، ولی آجی یارو داره با پلیس اینجوری حرف میزنه، من ریدم. بعد اون یکی پلیس رفت اون یکی داره سعی میکنه بگه یا امام حسین منو یا امام حسین. خیلی عصبی آجی. من برم صبونه بگیرم، ناشتا زدم بیرون، من گوشتی میگیرم که چیزی بگیرم صبونه بزنم ببینیم چی میشه مسیر. آقا این همون چیزاست که بهت گفتم. ببین اسفناج داره، پنیر داره، سیب زمینی داره و این چیزای دیگه شه، ولی من سیب زمینیشو دوست دارم. ببین همیشه شانسی، البته امروز معلومه. خب این یکی این سیب زمینیه بغلش پنیر، ولی روزای دیگه شانسیه. بین پنیر و سیب زمینی یهو میبینی مثلا میگه پنیر برداری سیب زمینی برداری، سیب زمینی برداری پنیر برداری. ولی امروز خدا رو شکر یه تا تاش اومده بیرون، معلومه برداریم بریم حساب کنیم. استیو کنیم امروز پختش چطور. حساب کنم برای امروز واسه سالمندان زدن. نمک داره نه ادویه داره، روزای دیگه هم سبزی توش داره هم نمک داره. امروز هیچی نداره، خوش و خالیه. خالیه فقط سیب زمینیه، چون سیب زمینی با نون دارم میخورم. جاتون خالی، البته نخورید بهتر. این آجی جان من استرس گرفتم. بریم این ترکیب سهمیه رو بزنیم به فاک عظما بریم. ترکیب سهمیه به قرآن آجی. اون شوره، یه ذره ترشه، گاز داره، اون تلخه، بعد اون که خواب آوره، اون که بیدار آوره. میزنیم به قرآن اووردوز میکنیم، ولی دیگه چیکار کنیم؟ جانم فدای کانتنت. ولی جدی امیدوارم انقدر بولشت نشه، ولی میدونم بولشت میشه، ولی میخوام اون امیده رو خودم بدم اونقدر بولشت قرار نیست بشه.
نصف راه رفتم سر یه دوغ آبلی. ببین من دارم چی کار میکنم خدا وکیلی. ساعت 11 من نصف راه، من تازه رسیدم مترو. 5 تا 6 تا ایستگاه باید اونجا برم. یه دونه مترو میانبر داره، اونم باید سوار شم. یا خدا فکر کنم 11 و 12 تازه میرسم به اتوبوس همونجا. من 20 دقیقه با اتوبوس راه. خدا به خیر بگذارم. امیدوارم که به سر ظهر نقرانیم. ولی جدی خوشحالتونه. میرید سر کوچه آولی میگید علی آقا بریم. علی آقا اومدم یه دونه آولی به من بده برم. تموم شد. یه ذره کافم که راه بره تو ایران هست یاد. این راحت یه چی باشن الیسپرسو میزنی لذت میبری. ولی امیدوارم ارزشش داشته. میدونم ارزشش ندارم، گوه زیادی میخورم، یه بولشت محضه. ولی خب حداقل دارم یه امیدی میدم که حداقل یه جدید قرار تست کنم. حداقل امیدوارم که خوب باشه. یه ذره خوب باشه. خدا حداقل خستگی این همه راه ببره. حیف خدا. خیلی دارم راه میرم. آقا من انقدر راه اومدم الان ساعت 10 دقیقه به 12 من 9:30 خونه زدم. انقدر راه اومدم از بخش دریایی بخش جنگلی رسیدم. از سرسبز اینجا شما خودت همش اون که جنگله. این برم که کار کنیدانه. ما دارم وایستم سوگل بیاد. تو امیدوارم که این مسیر فکر میکنم همین مسیر که من اومدم تقریبا 2 ساعت اینا رو طول کشید. همون مدت باید یه ذره حالا نصفش و بیشترش رو باید صبر کن تا سوگل بیاد پایین سوار اتوبوس شیم بریم. اینجا 20 دقیقه یه رو بکنم اتوبوس تا اونجا. بعد دیگه تمام آخرین اتوبوسی که سوار میشیم. بعد دیگه میرسیم به مارکت ایران. ولی ضد حال اصلی کجاست؟ ضد حال اصلی آنجایی است که برم اونجا و این همه راه اومدم بگن نه آبلی میخوای. آبلی تموم شده. اونجاست که من خودم انگل میکنم. این همه مسیر که اومدم سر هیچی بوده. موقعی که انگل میکنم خودم بکشم. آقا ساعت 12:30 و ما بالاخره رسیدیم به این سوپرمارکت ایرانی. یه دقیقه بریم اونور خیابون ماشین نزنه بهمون، موتور نزنه، میخواد پارک کنه. یو رسیدیم فروشگاه ایرانی. ببین بعد 2 سال این چه چیزایی دارم خیال شد. آقای سس خرسی باش خواستم باشم. باجی اسم کنم برگشتم همه این نوشته با فارسیه. دل سر وای لیمونادای زمزم شیشه یابلی همینو میخوام. وای دلستر هلو توت فرنگی. وای دهنت سرویس ایستک شیشه ای. وای چیزی نمیدونم چقدر دارم حال میکنم. حالا بعد 2 سال اینا دارم میبینم. شاید برای شما چیزی نباشه ولی خدایی دارم خیلی حال میکنم. شامپو تخم مرغی یا خدا. بچه‌های عشق‌باز میدونی مهم‌تر هم چیه؟ مهم‌تر هم مثلا هم میفته سوسیس ایرانی، سوسیس کالباس ایرانی داره. پشما آولی بزرگ نداره نه؟ همه اینو بزرگ هم داره. کامل همه چیزش. سوگل بستنی سنتی و دریا بچی چی سبزیه؟ قرمه سبزی داشت موشمک
نون سنگک یا امامزاده پیشنی جا یا برنج ها. وای رنگ های چقدر خوبه اینجا. کلوچه نادر میدونی نادر شاه صبح به صبح چی میگفته؟ سلام کلوچه نادری. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. بیسکویت مادر ساق طلایی چقدر اینجا خوبه. من انقدر نگران بودم آوری تمامش اینجا پر آوریه. خب بردار تون ماهی ایرانی و چی کنسرو همیشه کنسرو غذای هانی هم داره. آلوچه و این چیزا رو تو آدامسا رو داری نپاچی رو لباس من. میخواستم با زانو بشکنم ولی گفتم میریزه دم من. همین الان فکر کنم لباسمون بفرام. وای شلوارم بفرام نگیره سمت من اونو. حاجی ما کجا رو اومدیم؟ تهران فکر کنم. من وارد پورتو مولتا شدم اومدم ایران. چه خبر اینجا؟ همه تو همه. چیزی که بچه‌ها میگن کافه لالزار شبیه چیزای قدیمیه. دیزی هم اینجاست. یا امام خدا من کجا امام اینجا؟ خدایا دیزی داره. اینجوری با میکنم خلاص. خدمت شما دلسه قهوه خیلی وقت خوب ندیده. اما حسنی وای چقدر دلم برای این تنگ شده خدایی. خب تست کردم کاشو یکم استوایی برمیداشت. این بیشتر شکلاتیه تا قهوه. ببینم اونی من کی خوره آخرین بار فوتبال بازی کردم خیلی بچه بودی. نخورده بودم بودش. آره خیلی خوشمزه. آره من گوشتمه. همون جوری که پوش را میری بکن تو اک رو بریزم تروه ابروات منو میکنه کریزی تو رو الکل من رو هیزی. خیلی هم عالی. آقا ما اومدیم گرفتیم بالاخره تو آولی رو داریم اینجا. یه بساط چیز رو اسپرسو میخواد و 2 تا لیوان رو اینو دیگه تست کنیم بریم چجوریه. باید اسپرسو رو میندازم. بایست آب عدی رو بشورم دیگه بزنم. آب علی رو تکون میدیم قشنگ درست شیک بزنم. شیک میزنم. خب فکر کنم همه‌شو نریزم. آره زیاد مقابلم بیا
چقدر بریزم؟ قبلی با قهوه تو همیشه قراره دوغ بده. دوغه؟ من بسیه اگه کثافت بشه فکر نمی‌کنم آره دیگه بخوریم. بیشتر از این دوغه رو حمل نکنیم. از آب گذشته است. اسمان داریم اسمان. خب یخ ببین یخ بسته درست یا یکی رو برداریم؟ بسته میدونم بازم چیزی کثافتی میشه. یعنی چون من امروز واسه اولین بار طبقا نشم جلسه قهوه بخورم خوردم خوشم اومد ترسم اینم یا خوش بیادم. تو آوری تگری میشست به خودی. همه اون قهوه نریزی توش ها؟ نه خب دستو تا رو چیزش بردار ترکیبش مهمه. به بخش زیباش میرسیم. خدا خودش میمون رحم کنم. وای ببین داره خوشگل میشه. بس دیگه من آره بریزم. نه بسه. دوبل میشه دوبل. خب نه نه میشه شوسینا. آره میشه شست ولی مدارم بره بود دوغش. بذار نه پلاستیکی ببینم. نه اوکیه. نه بذار پلاستیکی شور دارم اونها. نه کامل میره تو. آره درشو ای وای. خب دوستان این شما و این هم خیلی همش ندارم میدونی؟ ندی باید هم بخوره بفهمیم چیه. خوش اومدید به کثافت خونه نمی‌سازیم. این همه اولین روزی که این ویدیو رو من تو اینستاگرام فکر نمی‌کردم واقعا بخوام همچین بولشیتی رو درست کنم. واقعا چرا این کارو کردم من؟ حالا بخور. گازشو بیا میشه دیگه. گازش نشون بده. ببین گازش داره میره اینجوری همینجوری گاز داره میاد بالا ازش. معلوم نیست. چی نمیشه یه سرفه دارم میکنم. میخواد تو اول تست کنی؟ نه یه تست کن باید. نه خودت تست کن. وای خدا نمیدونم چه مزه‌ایه. تو هم که سوسولی تو خوردنی هستن. تو هم سوسول تو خوردنی که حرف قشنگی نمیاره. خب باش. ببین وای جدی نمیدونم چه الان طعمیه. ماست میشه اون دوغه بخور. چه طعمی به نظرت؟ الان ماست با طعم قهوه درست میکنه. ببین اون ترش و شوره گاز داره این تلخه. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم قهوه عربی کاس عزیزم چیزی نیستش که. خیلی طعم کثافتی میده. مشخصه آخه. می‌بینی از چی میگم؟ گلاب بروتون. صد آشغال وقتی میخواد ببریم یه بوی میده. ای وای. این مزه دقیقاً مزه بوی اونو میده. نمیدونم چی تو میشه من امتحان کنم؟ چیز بولشیتی خیلی بولشیته. بزن. خیلی کثافته. خیلی کثیفه. با اون توصیفی که ازش کردی بیشتر حالم بد شد. مزه همون نمیده دقیقاً. بوی صد آشغال مزه بوی صد آشغال. یه بار دیگه بده. ببین اونقدر بد نیست. چیز جدیدیه دیگه. بولشیت ولی برای تو گلو. خیلی زیادی ترشه. مزه دوغه قالبه همچنان. قهوه یه ذره حس میشه. قهوه رو زیر پشم بریزم. حتما با غیر قابل خوردنش کنی. آره کثافت اینو داره. چیزا رو تو خونه تست نکنیم. من دارم تست میکنم که شما تست نکنیم. بولشیت جاتو میشه اونیوار خودت بشوری بعد بری. تست کن خیلی قربوش بمونه. نمیخوام قهوه هم صبح با طعم آبلی باشه. چرا مزه آبلیه نمیره؟ مزه آبلی اتفاقا میده. مزه قهوه نه ببخشید میگم نمیره. مزه آبلی قهوه مزه چیز نمیده. اصلا نمیره مزهش. هر کاری میکنی نمیره.
ببین نشدنی هم نیست. باحاله. یعنی میگم که اونقدر مزه فکر کنم افتضاح نه نیست. اونقدر افتضاح نیست. یه مدل قهوه میشه ازش در میاد. این خوراک ایناست که برید تو این رستوران داکچری بشین بولشت میدن بخورید. آفرین. $500 میکنن تو پاچه. آفرین. اینو بریم به خارجی‌ها. خب یه اسم خفن بزنیم الیسپرسو. الیسپرسو. آره بعد نگیم چیه. ایتالیایی. باور کن میره تو پاچه‌شون. الیسپرسو ایتالیایی میشه گفت یا نه؟ بریم مثلا میشه بدیم استارباکس. خدا میگیره. این بولشت ها ولی خب خارجی‌ها ندید پدیدن دیگه پول میدن مثلا این چیزی. خارجی. منو داشتیم. کسی نداره فکر کنم نسکافه هست. رنگ نسکافه شد. آره. نسکافه انی. به فقط امیدوارم که واسه گوارش هم وای مشکل پیش راست میگه. نیاد. اسال نشون. مثلا یاد شکمون دور صدا میده. ایوان. زعفرونه اون؟ آره. یادتون زعفرون؟ نکن بابا زعفرون. این گوهتر که نمیشه. زعفرون. از این گوهتر نمیشه. عزیزم زعفرون یه چیز ارزون تر پیدا نکردی توی خونه یعنی میتونی سیرپ کارامل بریزی توش. خیلی دیگه کثافت میشه خدای سیب بده بزنم ببین کثافت دیگه شده. دوستان حتما از این مارک استفاده کنید. ما مصرف میکنیم راضیم. ای وای. حالا دو با کارامل خوردی؟ معلومه که نه. قرار تست کنیم. واسه آبلی هزینه شده باید همه آزمایشایی که داریم الان روش انجام بدیم. خیلی هم زیاد ریختم آبلیو. آره من جلومو نگرفتی چرا؟ یه لحظه حواسم پرت شد ازت. هم خوردون از ذره دارم؟ آره. اصلا حس میشه مزه کارامله؟ من فکر نمی‌کنم با اون دوغه اصلا مزه قهوه رو حتی نمیفهمی. ولی اونجوری نیست که نشه خوردش. یعنی هی دارم جذب میشم بیشتر بخورم. موفق باشی. خدا شب اونایی که میکنم امیدوارم به اسال ختم نشه این قضیه. میخوای دیگه یخچال نگاه کنی ببین چیز دیگه هم هست بریزی؟ میخوای دلست قهوه رو بیارم بریزی توش؟ تو خیلی داره کس جدی دارم میگم اون حداقل یه همخونی داره. بذار برم بیارم. بسیاری آقا ما دیگه هزینه کردیم این همه مسیرم رفتیم دیگه هر آزمایشی داریم بعدا میخوایم سر این بدبخت بیاریم. چقدرش مونده؟ چی؟ درست داره. بده من یه دونه بزنم. بیشتر مزه شکلات میده تا قهوه. یادش گرامی خوده. خیلی هم نمیریزم. درد گازدار کرد. گازدار بود. آشغال کردن. خب مزه دوغو میتونیم با چیزی ببریم. خدا اینا تو ویدیوهای کومان میشه به عنوان جریمه ازش استفاده کرد. حتی ایمان شاید دوست داشته باشه این چیزیو. آره. ایمان من تو رو دعوت میکنم اگه نمی‌بینی به این ترکیبو درست کنیم و استفاده کنیم. ببین ولی شاید باید به جای آبلی مثلا دوغ ساده میگرفتیم. یه قشنگیش میونه که به آبلی بود. آخه الان فقط طعم آبلی میده، طعم قهوه نمیده. ببینم. ببینم. دارم بالا میارم. جمع کنید تا آشغالاتو. واقعا دارم بالا میارم. آقا نکنید معده پیداتون رو به فنان هر چیزی دید امتحان نکنید تو اینستا. من برای ویو کردم. لایک کنید، سابسکرایب کنید. نه 2 دقیقه وقت داری اینو بخوری. چی من میرسی یعنی چی 2 دقیقه وقت داری اینو برسی؟ خب یه چالش یه چیزی باید داشته باشه که من دارم از معده‌ام زورم میرسه بهت میگم 2 دقیقه وقت داری اونو بخوری. چرا میتونم؟ خب خیلی زیاد خوبه. من تگری میزنم. تو هم قهر کنم با. اینو میره تو ویدیو. نه همش میره. بابا خدایی یزید ظلمه. یه دقیقه میشه استاپ میکنیم من میرم تایمر گوشیمو بیارم. تایم 2 دقیقه است. 2 دقیقه وقت داری که بخوری. هر موقع اوکی این داره از صورت من میباره. هر موقع اوکی بودی بگو من تایمر بزنم. بابا آخه زیاده خدایی. چرا من تایمر بخورم؟ تو چرا نمیخوری؟ چون من به تو مجازات دادم اول. مجازات چی؟ من چلنج شرکت کردم. آره
بابا چه گوی خوردم ویدیو رو. هم دیگه بزنم رو تایمر. آماده ای؟ من اگه تگریزم تو جوابگویی؟ من در حد پرستاری میتونم آره کمکت کنم، ولی دیگه پاسخگوی بقیه‌اش دیگه نه نیستم. صدا مزه‌مو بیارم. خودش مجازات صدا داشت. آماده بگیم. یه دقیقه باش. ببین خدایی یه دقیقه صبر کن. ببین اگه این بولشت رو توش نمیریختم این چرا؟ اگه ایستکر رو توش نمیریختم واقعا قابل خوردن بود. حالا که الان ریختی. خب اشتباه کردم. دیگه به من ربطی نداره. اصلا لبنیات با چیز هم میخورن؟ به من هیچ ربطی نداره. از قبل اینکه این ویدیو رو میگرفتی با فکر این کاراشو میکردی. آماده بودی بگو من بزنم. بزن. چند دقیقه؟ 2 دقیقه؟ 2 دقیقه. بریم. زیر یه زدم بدو. استوب 30 ثانیه وقت داری. 30 ثانیه. بکل اون رو تو 30 ثانیه بخوری. وایسا. چیه دیگه سرعتم زیاده کمش می‌کنی؟ آره. میریم 30 ثانیه. تو 30 ثانیه چرا هم ماشاءالله دارم بالا میرم. اوکی آماده ای؟ دارم بالا میرم. به من هیچ ربطی نداره. خواهم بزنم. دارم بالا میرم. 1 30 ثانیه 2 3 قبول نیست. یا تموم بخور تا قطر آخرش رو لیس بزنی. نون سنگک میدم بکشیدش. برده بخوردیم این. آره مونده ازش. اوکی برد. مشتی تموم شد نه چی توش نه. این کات خورده چون که اینو قطع کنم اینو قطع کنم. دارم بالا میرم. سمالا خوب میرم بالا میرم. برو استراحت کن. حالم خیلی بده. خیلی خونه رتش نزنی؟ حالم خیلی بده. آقا نکنید به خدا نکنید. نادم و پشیمانم. خدافظی کنم؟ دیگه تگری نزن اینجا عزیز دلم. آقا مراقبت کنید. دمتون گرم که دیدید. مراقبت کنید. دوستون دارم زیاد. لایک کنید، کامنت بذارید، کانالم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی. بدرود. شیر زیاد نباشه، کم باشه. خیلی زیاد نباشه. مزه این لجن رو به شروع ببره. کم ریختم. غرق شیرش نکنی ها. نه کم ریختم. اوکی. خیلی حالت بده؟ نکن دیگه هر کاری نکن واسه ویدیو عزیز دلم. دارم بالا میارم. بیا بخور یه زنگ. سرتو بگیر بالا. بخش یکی آفره این هم اولی بود؟ آره ببین چه کسافت حروم کردی خب یه ذره ریختم خدا حروم کننده وای مزه سگش من یه آوری زده شده خیلی قشنگ دیگه هم بخوری کسل سبول هستی میریزم تو حلقه تو دوش من حالا داره هم میخوره دوباری اوکی باش الان دیگه واقعا میرم باشی واسه درست نمیخوام خودم بیام درست خدا فیزی کن با دوربین آقا این بار سومه خدا نگهدارتون باشه امیدوارم که دیگه قیافه من نبینید تو این ویدیو آخریش باشه وایسا چی نداری یعنی چی چی نداری من مزه لجن اینو با چی بشورم بده حالم داره به هم میخوره دارم بالا میارم کی پاسخگوه اون آقایی که اولین بار این ویدیو رو درست کرد دو اسپرسو رو همونو بیادم اینو آهنگ میذارم روش مهمه آهنگ صدا دلفین هم میتونم بذارم این خوبه گاز داره حالا داد میشه نه گازش رفته انتخاب مطمئن آقا بیایم این دفعه اسپرسو با این بزنیم برو گم شو بابا ولی من اسپرسو رو با پرتقال میخوام خیلی تعریفش شنیدم میخوام یه بار امتحان کنم ویدیو بعدی آب پرتقال اسپرسو آره آب پرتقال اسپرسو این به این کثافت کاری نیست اون یه چیز شیکیه بیشتر تو لاکچری بچه دفعه بعدی چیز کثافت کاری تنها آتا آشغال بده نداریم چیزی لاکچری داره آره دفعه بعدی آب پرتقال اسپرسو آره آب پرتقال اسپرسو
میخوای پرتقالش هم نمیریم از بیرون بگیریم خودمون درست میکنیم. برو بابا. لیمو رو میچکون چی میگم لیمو پرتقال میگیریم یا بشه دیگه. اولا که حالا اصلا تو فصل پرتقال نیستیم هم. من پرتقال جور میکنم. بابا پاییزه. من میخوام برم بیرون اینو امتحان کنم. یعنی چی؟ بریم کافه. نه بابا این لاکچری بازیه. من میخوام برم خودمون درست کنیم. من میخوام برم کافه. میتونیم بریم آب پرتقالشو بگیریم یه اسپرسوش خونه بریزیم. نظر چیه؟ آب پرتقال طبیعی میریم بیرون میگیریم میایم خونه درست. نظرم اینه که من دیگه تو ویدیوهای تو نیستم. نه حالا خوب نیستم. حقته. آی میدم. واسه برو پنجم خدافظی کن بریم. بدرود دوستان. دیگه واقعا بدرود. یه بار دیگه مثل یه پسر خوب خدافظی کن. مراقبت کنید. اگه تو خطری. من تو خطرم. این ظالم داره اذیت میکنه من در خطرم. میکس. مراقبت کنید. دارم خدافظی میکنم با شما موردی نیست. یه بار دیگه با هم مثل آدم خدافظی کنیم. بعد من مراقبت کنید بچه‌ها. دوستتون دارم یاد. آقا ما هر کنم به مزه گوش نمیره. نیم ساعت گذاشتیم مزه گوش اصلا نمیره. فهمیدم یه ذره این دفعه دیگه درستشه دیگه با شیر خودم ریختم. اعتمادی ندارم به کسی واسم درست کنه. خودم درست کردم یه ذره بخورم مزه گوش میره بالاخره نه. امتحان نکنید واقعا. ایدز میگیرید من حال منم واسه خوب میاد. حال منم. سلام علیکم. شبتون بخیر. من که حالم بده حالا آتاشا خوردم ولی حال شما خوبه ها؟ میگم که سریع میای نونه کاری نداری؟ شما شام دادن؟ گویا دنبال شام هستن. شبتون بخیر. خدایی نگاه کن سنگک ساده یه چوسه گرفتیم 40 یخمک چه 2 تومانی یه سنگک 80,000 تومان یخمک 12 بستنی سنتیه بود گفتم بهت 150 حساب میکنه خیلی بیشتر از این خود حساب کرده. چه حساب کرده؟ بستنی سنتی با 260 حساب کرده. پول دوست KFC رو دادی واسه بستنی. من 260 40 کباب با برنج دادی جای ریمون ایستک قهوه 31 خامه پگا 36 ایستک استوایی 18 ایستک چرا 18 نانا را عرق نعنا هم 49 داده 4 لیرم به اون تخفیف داده 4 لیر و 75 قروش ایول دمش میگم بچه ها حتما اینجا توصیه میکنم یه دستن بستنی تا آب نشده ما بریم یخمک رو زدیم آب نشده برسیم اسپرسو علی اسپرسو رو کنم برس کنیم سرعتی به سرعت علی اسپرسو